الو سلام داداشی، چطوری؟ ردیفی؟ داداش زودتر میگی سر ضبطم. سلام داداش، به حرفات خیلی فکر کردم. من دیگه نمیکشم، دیگه هم نمیخوام بخونم. همین امشب همه چی رو تموم میکنم. ای بابا این دوباره مغزش پیچید. حاجی من پاشم برم این بلای سر پاش نیاد. تشویش بین تشویش، تجدید بین تجدید، چشم بسته نیزه در خیش، دل شکست فیس درویش، در میان سیل تردید، در شیب به میل تبعید، مشکلاتی شکل بدریخ، کابوس این دلم چه بدری. عاشق خالق آسمونم، من بچگی عاشق آسمونم، چون که این بالا مشکلات بی‌معنیم. پس دنیا رو میبینی تو برعکس کن، 50 متر خود و قوطی کبریت حاجی، همه پولدارا مثل تنگ دستان. برعکس اون پایین چشم خیره، ببین تو هم عشق داری ولی عشق پیله. بدو ولی جات خشت زیره، این تلخه که منطق قشت سیره، ولی این بالا حال من خوب بهتره. حسم بهم میگه بابا حال کن بینیم، راحت تر چیزی توی مشتته. بگو انس بگو لامبورگینی، این بالا شهر کلن خوشگله، چشماتو میکنه خوب ایرون داشی، بس فرق نمیکنه کدوم محله. مولوی یا که شمرون باشی، دست من خودو بگو دست کی بوده. قصد من قصد ریبوته، ولی عاشق شهرم از همین بالا، پشت منو بس که میوته. داداش میگم دارم باید حرف میزنم، چرا گوشی رو اونجای من غم شهرم تاریکاده، گفتم بد جوری پخشم پاتی، گفت دیگه زمونه بد مستا نیست، وقتشی که بکشی پرچم و پایین. گفتم به خودم مرد باش بسه، ولی هنوزم میترسم پرچم پایین. اما به هم گفتم باش رفیق، اون قدری که میگی وحشت زانی، من سر تا پا رشم با تیک توی فکرم، نکنه که مرشم با این. بدیو بکنم شخصا حالیت، من دو به شک ولی نه خونواده بچم حاجی، گفت اونا نمیخوانه در چنگایی. با این فکرهای پرته که مغزم پاچید، ولی بچم حاجی.